میخوام یه دوربین خودرو بهتون معرفی کنم که چپ و راست و جلو و عقب ماشینتون رو کاملا پوشش میده. توی فروشگاه دیجیویرا انواع مختلف دوربین خودرو موجوده که توی این ویدیو میخوایم در مورد دوربین 4 لنزه لنا براتون صحبت کنیم. شما این دوربین رو میتونید هم از طریق سایت دیجیویرا خریداری کنید، هم به فروشگاه حضوری دیجیویرا مراجعه کنید. داخل جعبه این محصول خود دوربین، دفترچه راهنما، دوربین عقب، پایه برای نصب روی شیشه و شارژر فندکی موجوده. این دوربین دارای 2 لنز در قسمت کناریه که این لنزها تا 180 درجه چرخش دارن. همچنین یک لنز هم برای ثبت وقایع جلوی خودرو داره. کیفیت تصویر لنزهای دوربین خودرو 1080p است که تصاویر رو به صورت فول HD ثبت و ذخیره میکنه. در اطراف لنزهای دوربین مادون قرمز وجود داره که از دید در شب هم پشتیبانی میکنن و تصاویر شب هم واضح و شفاف نشون میدن. دوربین عقب روی صندوق عقب نصب میشه تا وقایع عقب خودرو رو بگیره و ضد آبه تا اگه در معرض بارون و گرد و غبار قرار گرفت هیچ آسیبی نبینه. دوربین خودرو 4 لنز لنا داره یک مانیتور 3 اینچیه که وقایع لنزها رو به صورت در لحظه نشون میده. تصویر این مانیتور رو میتونید روی حالتهای مختلف بذارید، به این صورت که میتونید فقط تصاویر لنز عقب یا فقط تصاویر لنز جلو رو ببینید یا اینکه فقط روی حالت لنز چپ یا راست تنظیم کنید. همچنین هر 4 تصویر رو به صورت در لحظه هم میتونید ببینید. دوربین 4 لنزه خودرو دارای یک نرم افزاره که میتونید تصاویر دوربین رو روی موبایل خودتون ببینید. نرم افزار این دوربین وای دور هست که میتونید از پلی استور و اپ استور نصب کنید. برای راه اندازی نرم افزار و انتقال تصویر روی موبایل اول باید وای فای دستگاه رو روشن کنید. به این صورت که دکمه ام زیر دستگاه رو نگه می‌دارید. این منو میاد که گزینه اول رو انتخاب کنید و روی دکمه اوکی بزنید. حالا وای فای رو روی حالت آن بذارید. الان باید به قسمت وای فای گوشیتون برید و به وای فایی که اسمش روی صفحه مانیتور آورده وصل شید که رمزش 1 2 3 4 5 6 7 8 هستش. بعد از اینکه وصل شدید وارد برنامه شید و گزینه اد کامرا رو بزنید. الان دوربین به گوشیتون وصل شده و از طریق این نرم افزار میتونید فیلم‌های ذخیره شده رو هم ببینید. این دوربین داره یک شارژر فندکیه که یک سرش باید به فندکی ماشین وصل بشه و یک سر دیگه‌ش هم به مانیتور. دوربین عقب داره سیم کشیه که باید اون رو به مانیتور وصل کنید تا تصاویر وقایع عقب خودرو رو بهتون نشون بده. همراه دوربین خودرو 4 لنز لنا یه دونه پایه است که این پایه به مانیتور وصل میشه و از طریق این پایه دستگاه رو روی شیشه جلویی نصب می‌کنید. این دوربین از قابلیت جی سنسور هم پشتیبانی می‌کنه. به این صورت که با فعال کردن این قابلیت زمانی که دوربین تصادف، ترمز اضطراری یا ضربه‌ای رو تشخیص بده، ضبط رو آغاز می‌کنه. این دوربین از کارت حافظه تا 32 گیگابایت پشتیبانی میکنه که با خرید رم 32 دوربین میتونه داده‌ها رو تا 1 هفته براتون ذخیره کنه. طریق جاگذاری رم هم به این صورته. مانیتور داخلی هم با داشتن میکروفون همه صدای داخل کابین رو براتون شنود میکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. هر سوالی داشتید میتونید از پشتیبانی دیجیویرا بپرسید که شماره‌اش داخل سایت موجوده.